سلام سلام. یه مکان فوق تخصصی اینجا، نمیدونم صلاح هست برم. سلام امی، چطوری؟ شاکرم. یه فوق سنگینه اینجا. خودم 4-5 بار اینجا کفدار دیدم، بدون کف هم بوده ولی بیشتر کف داشتن. اینجا دیگه کسی هم به دادت نمیرسه، فقط خودت باید باشی. سلام سلام سلام. باید دیگه شکار کنیم هم درگیر این داستان براد شدیم. براغلیه کیه؟ براغلی بزاقمنش. سلام سلام. اینجا باید که اومدم. جاده رو خدا بریم بالا از این جاده آخری. دستند کمکم. جلوبندی مینارد از غم فراقی. اینجا چی خبری؟ خدا اینجا چی شده؟ چی شد؟ دارم بدستم به یک نکار. بدستم به یک نکار. چه جای فوق تخصصی ترسناکی واقعا. سیل اینجا تو جاده نیست. اگه یه ذره بود دیگه سیل نابودش کرد با خاطراتش. ایمان سیانم کوه و کمر. ایمان چقدر ترسناک بیدید. خب وایسا، برو پایین تو برو پایین. مزارت را سر کن. برو نری اون وقت. بیا این بید. یو چه خبر این دوستان؟ خوب هستین؟ من یک 5 دقیقه جایی بگیرم حالتون یا بیاد بعد برم دیگه. تا مغناطیس نزدن رو سرمون. یا نری میخورن اتاقه. کفدار داره اینجا. چند کفدار، اینو بدون کف، اینو هم کفدار. جغجغه را بداریم. خوب یو تو نرو فقط. بینجا خب استارت کارو بزنیم از همینجا. سلام. خیلی خوش اومدیم به این لایو خفن. بیا یه چیزی اینجا رد شد انگار. اینجا داره، شک نکنید دوستای خوب.
خاک پاتم عزیزی. درود بر شما و تک تک دوستان. ساعت اوشلی به ما هم این ور اوهلیمیم. بیا اینجا بیا اینجا، خاک تو اون سرت کنم با خاطراتت. نری اون ور بایستا سگی جون. هست خوبی دارید؟ بهتر خوبمید. این بوین چقدر این کو مرتفع نیست. بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا. چه بوی عجینه‌ای میاد. بیا اینجا ببینیم. بیا اینجا ببینیم چه بویی. بیا چونیا کوی خواهد کنم. برو. یه چیزی پیدا کرده اونجا. اورشلیم ما هم اوهلیمیم. اینجا جنیا کجا رفتن پس؟ اینجا خیلی خطره. اصلا سر و کو و کت و این بوین. بودو بیا یا جن. منطقه 11 اسدآباد. سلام. اگه هست بیاد بیرون اجنی. یه دونه میخواییم، یه نخ. اون گوشه رو داشته باشی. گوشه این گوشی جون. سمتی چپ درو. بیا ببینم کجا میریم ما. برم سمت توچال. بیا اونجا هم یه چاهه ها. چاه نمیدونم چیه. گشت اومد. بیا بیا این چی این توپ؟ یعنی اون توپی جون. بیا کفتارا اومدن ولی بیان دیگه تمومه ها کارم. بیا اینجا. بیا اینجوری ببینیم یه سرگوشی رو ببینیم چه خبر بید.
چون بیان اینجا دست جمعی میریزن و کسافو هر زنده ای اینجا باشه. خب کاتوکول بریم این ببینیم شیخ نبریم. میگوی چقدر تشنه بگید مکان جون. بیبر مکان جون هیوه بگا جون. سلام سلام کاکا علی. اینجا چند کوس میندازی؟ فوکوس چیه میگن؟ با بیا وایسا یه پاپوی بکن تا آها دیگه دارن پیداشون میشه همین رو به رو. این چی میاد میگه؟ اینجا برو بیا این برن تو جلو چسبید ابلق. نه بحث سگ نیست. سگ کاری نداره. باید انرژی خودت بالا باشه. یه مدت انرژی اصلا یختو این خودی بازش کنم نورو. اینم باید دو سه دستی از این چرا قوه خوباست دیگه. تا اینا تنظیم بنمایم نظرات رو برداریم باشه که ببینید. یه ثبتی بزنیم. یه چشمی رو ببینید. چیکار داریم به اون چشمی؟ باید انرژی بالا باشه. خوب این هم نظرات. هی صدقیه اینجا رو بیشتر حس میکنیم که یه چیزی داره. جنام رفتن تو کما. اطراف این سنگ دارن مانو میدن. خبر این روبرو
ببینی چه ببر تان قورتت ندادن. سلام و درود بر دست و پای جن. دست و پا آویزون اینه. وای وای. سلام و درود. یه علیک و درودی بگین. بیا جنی جون. نرید تا جایی چوب در میکنن. خوب داریم به یه جایی میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. احساس میکنیم اومده. جن هندی هم داریم. این اینجاست. اونجا سفیدی جیبید. دوستان اونجا رو ببینید. سلام یا روحان روحانی. این روحان روحانی شروع شد داد بیداد. بیا بیا قربونم بری. سگ ما که اصلا خنگول است. خنگول بید. چرا این مکانی ما حالا انقدر انجام میترسن ولات که شبا روزم کسی نمیاد. جاده رو دیدین که چطور بود ولی حیثیت نمیاد پیش ما. بیا بیا بودو یه دوستی بین این دوتا صخره چی بود؟ چی شد؟ وسط همون گوده هفتی. این گود هفتی جون. یه بار دیگه ظاهر شد. تو را خدا که ما حال کنیم از وجودت. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه اومد. حسش کردم دوستان. ترسم تر میشه. چی بود؟ چی بود زد بهم؟ چی بود؟ چی شد؟ من میگم رفته تو جلد همین سگ.
دوست این خوبن جایبو نبندم ولی فعلا بذارش بمونم یه دقیقه دیگه نگن جا زده چی شد چی بود نگفتم دیوانه شد آها تمومه تصفیدش کردم اوشه این روحانی بیا رفته تو جلد سگ ایوی جنجینی جو کجایی نامرد بیا بعد دیگه باید دوستان بیا نرو بیا طرف سمت اون چی بود هنوز هنگم این جینی نامرد سگ تسخیره تازادم قسم داره از این بر میری قیبی کردیم میری بدا بریم دوستان بعد جای رو ببندیم الان بهمون میزنه داغونمون میکنه این جنین اعصاب نداره الان رفت بیا بالا بیا ایوی تا پایینی کیم جایی رو نمیبینیم برو بالا اینم تحصیله هم طوری نگاه میکنیم برو دیگه تا آخر این چیزم تا میریم پایین دوستان خوب وای کبدم این وای کبدمندم اون گوشه رو ببینید این ور اون ور بیا بریم کبده زده به کبد جن کبدی دوستان اینجا چی خبرید واقعا تشنک بید سوزناک و دردناک بید ای وای کجا رفتی قیب شد میرن الان که اومدن منم میخوام بدم ای وای ببندم جای بود بدین که پایینم دای باز باشه شاید یه چیزی رو چشمی این چرا خوابی نداری میسنی بقل مقل زیاد میرن جلو نوکم بقل و مقل خبر بید از این دره بریم بیرون دره از کجاست شاله است سنگ معدن است این منگسردن این صدا میاد جاده رو این لاستیک ها رو ای خدا ای وای شیشه نوشابه شکسته اینجا رو ببینید خدا شاهده یعنی تراکتورم رد نمیشی
ما پایین بریم به بالا. مادرش در اومد ماشین واقعا. مادرش در اومد ماشین. سلامی که شیشه است، پوست تخم مرغه، همه لاستیک پاره میکنه. هر سری اومدم کفتار دیدم ها. اینجا ولی الان حکایت نیستن کفتار، بدون کفن همه. نه خیلی خب دیگه نزدیک جاده شدیم. لایو ببندم من. آره بریم دیگه. این فعلا کت و کولمون درد میکنه به خدا دوستان. خدافیز. آدرنالینتون رفت بالای اومد تا این. آدرنالین مغناطیسی. خدا حافظ. خدا حافظ. ای وای شونه هم درد بگرفت. اصلا ماهیچه هم انگار قفل شدن. خدا وکیل ماهیچه قفل تموم. به امید دیدار دوستای خوب تا دیگه به بعد.